شکرونه اپا دولت صاف زیغ نشین اما نه اگر چند روز پیش وقتی که سفر هنری اومدیم از دولت هندوستان باور که اپا صد با شکرانه پروری و ما باوری داریم که اگر همون مردم هندوستان رو ببینید از بیای یک عمر دیگه سر تا سجده نمیبره به خاطر چی به خاطر که خرید 1.5 میلیارد آدم 1.5 میلیارد آدم تمام مردمش قرمی قسم زیادش گشنن نه خونه داره نه در داره نه لباس داره قصد فای پرزیدنت چه میبینید در پایین قصد پرزیدنت برابر مردم خواه پیر کمپیر و یاش جوان خلاص که به حدی بد زندگیشو بزیبه ما خدا را شکر مثلا آدمایی هستن که شما خونه و در دارین زندگی میگن فرزند دارین خیر چیزی که میپیچین و یکان چی ندارن این ما بعد اومدن لباسون رو بردیم وقتی رفتیم کوچه رو میگردیم سحری بر وقت رفتیم که خوابن در قدای کوچه بیدار کردیم لباسو تنمون ما دادیم لباسایی که بردیم زیادی بود و دادیم خسته نشیدن خلاص که بهمون باش شکرانه کردن در کار که مثل او نیستیم و به حدی بد اصلا گشنن تمام دولت‌ها هستن که بوی با دولتن نه که کم بغل هم دارن کم بغل خیلی دولتی نیست که کم بغل نداشته باشه خدا را شکر دولتی که اینجا نمیشه اون خبا هستن صاحبکارا که دست کمک میکنن شما در یاردن میکنن و همین خاطر صاف سیخ نشین این خونه چخیل احوال خونه چخیل خونه رستگه به همین شفرو چی میشیده به خدا بارون میریخت تقورم چی میموندم پر میشیده هم ستیل همه خیلی میموندم خیلی همه غورغه پای به خدا گفتن ای بای همه لوی غورغه ای بای گفتن این قلوی کردم چی قریاب بکنم نه که بعد چخیل بگم 100 زندگی در قرار داریم به خدا چشم سر بیننده نبینه همه هویای نمی چی بولو چه خیلی کمی هوا خنک نه خونه خنک گرم نه گرم خیلی کاری ایونه میگه حجت بابا پیچکه نداریم راستی پیچکه هم باشه هم یا تو تای همراه بریدن علاوه نداریم در یه سطح زندگی قرار داریم من اقلا بچه‌م قوای کاری باشه قضیق نمیشم خودم در من مثالش جاری بچه‌م باشه حاضر گفتم که یک گردش گرفتگی او گردش ده پیرسه داره ان شاء الله که تفجان خیلی در بسیار برنامه گفتیم که خیلی انسانایی هستن که مثلا مردای بناموسی هستن که بسیار دست به خیرن دائما کمک میکنن خیلی اولویی که نیازمندن مثلا اولویی که بسیار در مشکلات زندگی قرار دارن این خیلی مردای بناموسی تاجیک به حدی بسیار فقط سراغه را نمیدونن اگر همه و خیر میکنن ما بسیار برادرها را میدونم که دیگه برادر از اخیر ترجیح یگون کس نیست که بریم خدمت کنیم که یگون کمک بکنیم میدونن که همین دنیا دو روزه نه شکرانه خدا من بیسم و چه میگه برام وقت جوت یا وقت میگم یا بوری وزنه و چقدر من پیشوش خون شید لو ده هم روز میبینم که چوک خون در نمودم برام خدا من چی میشته باشه ولی بنام خدا ای خدا من فرزندی خطایا فرزندی ما بنده خطا باشه ای من نگیم من کجا میرم من چی میکنم شکر آدم بکن جورا این بونم قسم نه روحان دارم نکنش التماس نه روغن داری نه قرچ کن کارش میکنم نه یو خرون با کنم کارش میکنم که اگر ایمون قسم ندارم شری بوده که در نمیشه خوال پیکنم بعد زورا میکنم بعد کامش خیکومش که انصاف ندارم من فرقش چیگر خیکوم میگیره میدی نه کامش که با ایمون انصاف داره خیلی میبینی زیر میشه خب اپا زیخ نشین چند برادر از فدراسیون روسیه از شهر پیرم با ما نمی مبلغ روان کردن گفتن که از نام ما همو آدمایی که مثال با کمک نیاز دارن از نام ما بتین فقط در ما یک دعا کنن ان شاء الله که ما را فراموش نکنیم این همین 3000 سامان از نام برادرایی که روی کردن اپا اینا بگیرن در امو کمبودی خونتون استفاده ببرن ان شاء الله که ما وعده میدیم که با ما شما را میام خبر میگیریم فقط یک دعا برای مردم مهاجری که بیرون از تاجیکستان کار میکنن زندگی میکنن فعالیت میکنن خدا دست کم نبینه پروردگارم همین دست نیازمندو را که میگیرین خداوند یکی دودگیتون 1000 بتاو کجایی ده باشه در پناهش نگهمون شو همون ماجرایی که در دستیان به ما کمک کردن خیرای دودگیشون قبول شو من کریم دستی کم زیر نشه اپا جان زیر نشه انشالله که ما خبر میگیریم حضور در خاطر نباشه ببینید چه اساس باشه بشه شifre خونه تا نصیب باشه با یا از یارو برای که کمک میکنن ان شاء الله کیش میکنن خلاصیگه ما شما را فراموش نمیکنیم یادی مو میکنیم خدا فراموش نکنه شما را من مهاجرم پروردگار بازم میگم که دستی که من نبینه همه اینا میتاو یا اینا نام خودش معلومه دو در چون نگه ها من نام